خیلی معرکه است. من اصلا باورم نمیشد بیایم تو این مسافت از بندرعباس بعد به همچین منظره‌ای به همچین فضایی بر بخوریم. فوق العاده بود. سلام دوستان، اینجا استان هرمزگان روستای لهرو. این روستا جزء مرتفع‌ترین روستاهای استان هرمزگان هستش. فکر کنم بعد از روستای کنوج بالا که تو ارتفاع هولوش 800 اینجا هولوش 1500 تا 1600. اینجا آب و هواش بی‌نظیر، خیلی باحال. فیلماشو میذارم. اینجا چند تا از کوههای مرتفع استان هم هست. کوه نیون، کوه دازو، قله سرستون، یه دو تا قله بلند دیگه هم داره. پیشنهاد میکنم اگر تونستین با یک باشگاه و اکیپ درست حسابی اینجا رو تجربه کنید. استان هرمزگان جاذبه‌های گردشگری زیادی داره. یکی از جاذبه‌های گردشگری این استان روستای لهرو هستش که گفتم تو ارتفاع تقریبا 1500 متر قرار گرفته و در تابستون و زمستون اینجا سرده و نیاز به لباس گرم مناسب داری. یا هر عمری به هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر، با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم راحتم.